بچه همه آروم است. بیا. ژورنالیستی که همیشه در فکر مردم بود، همیشه با جسارت خودش در میان دیگر ژورنالیستان جوان نمونه بود. کوشش میکرد که از درد دل مردم بگوید، کوشش میکرد هر یک نوشته‌اش برای پیشرفت جامعه ما خدمت کند، کمبودی ها برطرف شوند، در مجموع زندگی و وضع اجتماعی مردم بهتر گردد. جای افسوس و دریغ بسیار است که ما امروز جمع یاران، دوستان، پیوندان، خویش و احباب با برادری عزیز خودمان امروز ودا میگوییم و به خاطر احترامش امروز ببینیم که مهمانای زیادی از پایتخت کشور، از مرکز ولایت آمدند و برای اظهار همدردی به همدیگر نشستند. در گذشت بهادر اوراقов یک توقعات بسیار کلان است برای جامعه ژورنالیستی تاجیکستان. زنده و جاوید ماند هر کی نکونام زیست، از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. حالا میخواستم با سخن را به معاون رئیس ناحیه کوشانیان علیمه عزیز دلافروز کنم. تشکر. برکت لحظه های ویدو است، بسیار سخت است. اونه که پدر، اونه که همسایه، اونه که رفیق، دوست و برادر نزدیک خود را از دست می‌دهد، در حقیقت روزهای سخت و گران است و مقامات اجرایی دولتی ناحیه کوشانیان کاری همیشگی، پیوستگی، روزمرگی و پیشاهنگی بهادر اوراقov را در رشد جامعه دولت‌سازی نوین تاجیکان و خصوص در رشد و تکامل و تشکل جامعه شهروندی ناحیه کوشانیان مسئول ارزیابی می‌کند و تمام کار فعالیتی را در شخصیت بهادر قدردانی می‌کند و همیشه می‌گویم که در بهادر اوراقov در قلب ما، در دل و دیده همدیگران ساکنان ناحیه کوشانیان
جاویدان میمونند. یادشان گرامی تشکر. و همه اهل زیاد از همه حدود تاجیکستانی عزیزمان، منطقه های گوناگون کشوری عزیزمان و این دیه و نویه کشوریان تشریف آمدند. ما اظهار مینت میکنیم. تشکر معلمه عزیز. در گذشت محدود را یک رویداد بسیار تکان دهنده برای همه ما بود. ما اگر ببینید در فیسبوک، در شبکه‌های اجتماعی، هر نفری که امروز آمده نتوانست، البته تعزیه خیلی زیاد هم رسانیدن، بسیار هم غمگین شدن از این چیز، از رهبریت ولایت ختلان. خود شخصا محترم رئیس ولایت ختلان هم همدردی عمیق خودشان را به اهل خانواده بهادر او را خود رسانیدند. تمام شهر و ناحیه ها، رهبران شهر و ناحیه ها، هر نفری که بهادر را میشناختند، با قلم وی آشنا بودند، طریق روزنامه استر همدردی خودشان را بیان کردند. امروز اینجا استاد سیاف مزراب، سردبیر روزنامه استر که بهادر او را در همین روزنامه همچون روزنامه‌نگاری معروف شناخته شد، اعتراف گردید، با ما حضور دارند و من با کمال احترام سخن با استاد سیاف مزراب. شیخ نعمت‌اللهی مرد ولی زرافی حامانی کرمانی بلجوانی 4 مصرع اندر مدحیه مرگ دارد. میگد که کجا شد صدر و بدر هر دو عالم، محمد بهترین اولاد آدم. همه رفتند ما از پیروانیم، همانا از شمار رفتگانیم. این اشاره به همون آیه کلام الله هست که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من آفریدم مرگ شما را و از مرگ شما زندگانی شما را، و فردا هر یک بنده ای که من آفریدم با اعمال حسنه خوب و زیبا بر پیش من حاضر میگردند. برادر گرامی ما بهادر جان او را گفت که فرزندی ماست، فرزندی من است، فرزند SSR است، چون که در SSR رشد کرد، نمو یافت، همچون شخصیت حضور کرد و از ظهوری مبارک خیش یک پیک برات، پیک نشاط به عالم ژورنالیستیکای ختلان و تاجیکستان آورده بود. محض در SSR پرورده یافت، پرورش یافت و تمامی درد و غصه و پرابلم و مشکل یکایک شما را نوشته میکرد و در گازت SSR چاپ مینمود. همه وقت با شما بود. همون عمل حسنه ای که خدا میگوید این خدمت به خلق است. او خدمتگار شما بود. و ببینید که امروز درباره آزادی مطبوعات هر دشمنای ملت هر چیز میگویند، و اما در روز مرگ بهادر رئیس ختلان، رئیس کوشانیان، رئیس باختر، رئیس شهر کلاب، جمله رؤسای شهر و نواحی ختلان که همه اشون را تنقید میکرد، اما تنقید که سازنده بود اظهار تسلیت کردند. من موظفم به سمع شما برسانم که همین حالا ما در جنازه دیگر بودیم. اکای حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک که به واسطه با نوشته های بهادر او آشنا بود، تعزیه خود را، تسلیت خود را به یکایک شما رساند و اهل پیوندا رساند. خدا رحمت و مغفرت کند برادر گرامی ما را، فرزند SSR را، جاد جنت و دیدارا به قیامت. دوستان عزیز، بار دیگر از نام اهل خانواده، از نام همه دوستان و برای تشریفتان بسیاری سپاس میکنیم. در حقیقت بهادر یکی از گروه‌های بود که امروز رفت. طور میگویند یک پسر از پدر میپرسد چرا بهترین آدمان ما رو ترک میکنند، میروند، خدا آنها رو میگیرد و میگوید تو اگر به گلستان
وارد شدی کدام گل میچینی؟ میگه اول شده گلی از همه زیبا رو میچینم. و بهادر هم در جامعه ما ژورنالیستان هم همین گونه یکی از گل‌های همین جامعه ژورنالیستی بود. اگر یگان کسی دیگر سخن من معلمه از نام اتفاق ژورنالیستان کردستان سلمان سفرزاده رئیس سازمان ولایتی آرزو می‌کردیم که در دائم و در خرسندی بهادر آرزو داشتیم که در این خانوادگی فرزندان متاسفانه عشق یک لحظه به میزبان باقی است، فرصتی اون نمی‌تواند است. و امروز در گذشت بهادر جان در خلافات کلان نه تنها برای ژورنالیست فعالیت برای ژورنالیست‌های جمهوری، زیرا بهادر شخصی بود که درد دیگران رو پیوسته نو بسته از سین و سال از کسب خود درد همگان رو بهر بهبودی روزگار همگان کوشش می‌کرد. در هر یک نشست‌ها از رئیسان شهر و ولایت فقط برای بهبودی سوال می‌کرد. فقط پرابلم‌های می‌برداشت که جامعه سالم باشد، جامعه خوب شود، روزگار همگان خوب شود. البته در برابر پیشرفت کمبودی‌ها هست، ولی تنها نگاه و درک قلب خیلی 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 نازک و دوربین در کار که این کمبودی‌ها را پیشرفت کند تا که جامعه ما باز هم خوبتر زیبا شود. بهترین انسان بود، بهترین ژورنالیست، بهترین پدر. فرشته از روز تولیدش ما ندیده این فرشته رو، تمام دنیا دید فرشته رو. تا به امروز این مهر نسبت فرزند، مخصوص نسبت دختر، این از خود بزرگا از گذشته و از پیامبرای ما آمده است و همین خیلی پدری مهربان، شوهری خوب برای و قلمی خوب داشت. خداوند دنیای آخرتش را آباد کند، جایگاهش جنت باشد. از نام اتفاق ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان و اهل خاندان، پیوندان، همکاران اظهار تسلیت خویش را می‌رسانم. جایم بهش باشد. و اینجا در برابر همه دوستان که از نزدیکترین دوستان بهادر آرزو جان نزدیکترین حضور دارم. هرگز نمیرد آن که دیرش زنده شد و عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما. هیچ وقت آرزو نمیکردم و فکر نمیکردم که در پویه تابوت بهادر سخن مرثیه بگویم. خیلی سخت است، شما مناسبت دوستانه و همکاری زیاد داشتید و جامعه ژورنالیستی در واقع در تاجیکستان ژورنالیستی را از دست داد که دلش به قلمش یک شد. وقتی ما کسی را تنقید میکردیم برای خوش قبول نمیکردن. وقتی بهادر تنقید میکرد خیلی ریالی بود و سخنش در دلش نمیستاد. همه برای منصب دارد رو حاجیره گرد و همه وقت حسودی میکردن که بهادر اینقدر سخت میگوید بود، تو را زیاد دوست میدارن، قبول میکنن، چون که سخن و قلمش یک بود. صد افسوس که امروز در خانه دارنج ساخته و مدت طولانی اخیراً بود مهمان هست. روحت شاد، منزلت او بود، دیدارا در قیامت. دوستان ارجمند، در نهایت بار دیگر برای حضورتان عرض سپاس میکنیم. من بوده اگر خیلی در جریان کار میشد بعضا سخنهای و ما البته از بهادر که یک شخصیت بسیار هم نیک بودن، شخصی بود که قلبش پاک بود، همیشه حرفی داشتهش رو در روبروی آدم میگفت، هیچ وقت از پشت نمیگفت و این یکی از خصلت‌ها و یکی از صفت‌های بسیار خاص ژورنالیستی واقعی هست. هرچی از ما گذشته باشد از وی عذر میپرسیم، هرچی گذشته باشد هم باور دارم که ما همگی میبخشیمش. الوداع دوستی عزیز، الوداع. خدا رحمت
یکی عبور باخیل بودن هم کاری حدل نیست، کار شوخی ندارد. البته خدای غفور همین ما و شما را معطل کرده است، وقت داده است، مهلت داده است. از بین مهلت یک ذره زیاد هم هیچ کس نمیتونه استقامت کرده، یک ذره کم هم نمیتونه استقامت کرده. حالا همین اینجا با در دنبای ما آدم بسیار است، یک حسابی چند سو نکنه. اگر این حتی که حسابی حق العبد هست، حق الله هست. البته حق الله را خدای غفور به علم خدمت میبخشد، او خیلی بخشنده مهربان است و همه صورت است. اما حق العبد چیز است؟ کسی از کسی رنجیده است، کسی از کسی اگون تجیب قرضدار هست، معاملات زندگی ده همین ده اگر به شرطی که خدامی که از این کس لگم تنگه گریفتن جای شرم حیا نیست، بلکه مرد خرد. اگر به شرطی که این کس کدامی باشد، من اینجا با حد برادر رفیقای نزدیکشون اینجا بس نمیکنم، اینو همش مکلف میشن به کلام میگن این کار میکنن. اما اگر همه این خارج باشد، جنازه این خواندن بسیار ضرور است که جنازه بخونید، به تخصیص دعا کنید، برای اون که هر دوی قیامت انسان از قلب میپرسند. اگر اول روز قیامت روز نماز باشد، اگر یکی قرض، اگر قرضدار باشد یک گام جنازه قبول نمیشه نزد خداوند. اگر از کسی رنجیده باشد، اگر همون آدم آمده بگه خیلی من همین آدم که من بخشیدم، یک این کس در همون فرد قیامت جواب و سوال میده. ما پیشوای ملت ما سوکر انمو 80,000 ریزه را صبح بسته آوردن. ما باید سخن کتی ما برادری خودمون رو بخشیده نمیتونیم. اگر رفت هیو برادر یکم سخن ده این خیلی خلقاته یک خم داری های خیلی کسی ممکن است، همسایه گری های هم کسی ممکن است. اما باید که ما و شما ببخشیم. اگر بچه نبخشیم خدا ما رو نمیبخشد، خدا ما رو نمیبخشد. این بنده خدا است، ما بنده خدا هستیم. دعا میکنیم خدای غفور پیشوای این دادری ما را، رهبری ما را روشن گرداند، ایمان همراه کند. یعنی برای خلانجی یعنی بزرگا، این خلانجی یعنی رفیقای ما همش انا منا که اثر سر بسیار بخواد با وی میذاره با مدیگه این کس آدم بسیار بوده میاد در ما این کس نمیشناسیم کارگری جدیدی منا استراس بسیار کسی خوب است، اولاد خوب است. برای داخل در خدای غفور این کسام خدا با کمالی پیدا کنه. همه برای خلانجی شما هر یک کلمه میشناسه در نام اعمال این حقی ما خداوند دادنمون نشان کنه، که روش روشن کنه، ایمان همراه کنه. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار برحمتك.